جویدن، هضم شدن، جذب شدن و دفع شدن یک پروسه 12 ساعته است که توی عزیز باید به معده، روده کوچیک و روده بزرگت زمان بدی که این اتفاق رو همه با هم رقم بزنن. اینی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی که شما زمانی که شروع میکنید به غذا خوردن، گزاق دهن شما شروع میکنه یک آبی رو ترشح میکنه و عصب دندونهای شما به مغزتون خبر میده که چه غذایی داره میاد. یعنی سفتی و محکمی، شلی و یا آبدار بودن غذا رو خبر میده به گلو و معده شما که چند درصد باید اسید ترشح بکنن. نکته 2، زمانی که غذا خوردن شما آغاز میشه، کارخانه و یا همون میکسر شما شروع میکنه به چرخیدن. یعنی انگار آرد و آب رو داخل همزن ریختی و منتظر بهت خمیر بده. معده هم با اسیدی که ترشح میکنه غذا رو به همین شکل در میاره و راهیش میکنه به سمت روده کوچیک که تو افراد بالغ نزدیک به 8 متره. نکته 3، روده کوچیک ما شروع میکنه غذایی که شبیه به خلط شده و املاح معدنیش و ویتامینهاش تفکیک شده رو شروع میکنه به جذب و تفالش رو راهی میکنه به سمت روده بزرگ. و نکته 4، این که روده بزرگ ما نم شروع میکنه غذاهایی که از قبل خوردیم رو دفع میکنه و بدن ما بعد از 12 ساعت مجدد آماده گرفتن غذاهای بعدیه. در پست بعدی در مورد نوشیدنی هایی که ما بین غذا قرار شما بخورید و استفاده کنید صحبت خواهیم کرد و در مورد اینکه سردی معده از کجا میاد و اینکه کبد چرب چجوری به وجود میاد صحبت خواهیم کرد. این پست رو برای کسایی که ما بین غذاشون آب میخورن و یه نوشیدنی استفاده میکنن ارسال کنید و ما رو حمایت کنید و اون قلب سفید و قرمزش کنید. دوستتون دارم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون باشه.